سلام. یه روز کاری من توی هلند به عنوان طراح این شکلی میگذره. اول از همه یه کوچولو سر وزنم میرسم و خودم مرتب میکنم. فقط یه کوچولو، نه بیشتر. نه آرایش خاصی میکنم، نه موهامو مدل خاصی درست میکنم. به قول بچه‌ها ایزی پیزی. بعدشم میرم سراغ صبحونه‌ای که از دیشب برای خودم آماده کردم و میزنم به بدن و حالشو میبرم. آقا توتو هم که اصولا خونه تنها نمیمونن، روزایی که من بعد برم شرکت قراره که برن خونه دوستشون اله خانوم. اینجا هم که میبینید انقدر ذوق داره، فکر میکنه قراره که بره ددر مثل روزای دیگه که من خونم، ولی نمیدونه که قراره بره خونه اله خانوم. بله، اینجا من میبینید که خیلی خجسته و خندان دارم میرم به سمت پایین و یه عالمه لباس گرم پوشیدم چون که خیلی روز سردیه. چی بود؟ چی بودی؟ کجا بریم؟ کجا بریم؟ کجا بریم؟ یه کمی دیرم شده بود، برای همین داشتم خواهش التماس میکردم که تو جان مادر دستشویی تو بکن مامان که زودتر بریم. بعد از اینکه آقا توتو افتخار دادن دستشوییشونو کردن، حرکت کردیم به سمت خونه الاینا، به خاطر اینکه قرار بودش که توتو امروز پیش اونا بمونه توی ساعت کاری. توتو هم کلا خیلی دوست نداره که بره مهمونی، دوست داره بیشتر خونه باشه و بخوابه، برای همین خیلی تمایل نداشت که بره، ولی باید میرفت. اینجا هم الا جونو میبینیم، جیگر خالشو که ذوق کرده واسه توتو که باهاش بازی کنه امروز. از اونجایی که ظاهرا پاییزه ولی از نظر من خیلی زمستونه، دلم خواست که این فضای خوشگل رو بهتون نشون بدم و از طبیعت اینجا هم لذت ببرید. یه چیز خیلی باحال که توی مسیرم به سمت شرکت هستش این تونله که این تونل اسمش واتر ولفه، که در واقع وقتی از زیر این تونل داریم رد میشیم داریم از زیر آب رد میشیم و یه تصویر ازش پیدا کردم که بهتون نشون بدم که دارم در مورد چی حرف میزنم. به نظرم خودم خیلی باحاله و همین گفتم که باید حتما بهتون نشونش بدم. شهری که من توش کار میکنم اسمش هوفدورپه. هوفدورپ یه جورای مرکز شرکت‌های بزرگ توی هلنده. ساختمون سمت راستی که میبینید مشکی رنگ ساختمون سونیه. یه عالمه شرکت و کمپانی بزرگ دیگه هم توی این شهر دفتر دارن. اون ساختمون روبرویی هم که دارید میبینید ساختمون شرکتی که من توش کار میکنم. سمت راستی که از ورودیای شرکت رو میبینید چسبیده به شرکت ایستگاه قطار هوفدورپ که دسترسی خیلی خوبی داره و 20 دقیقه میتونیم به آمستردام سنترال برسیم. بعد از 1.5 سال تو بالاخره تونستم یه پارکینگ رایگان اینجا پیدا کنم. پیدا کردن پارکینگ رایگان واقعا اینجا کار سختیه، ولی اینجا تونستم پیداش کنم و ماشین رو تازگی اینجا پارک میکنم. اینجا مسیر پیاده‌ای که دارم میرم به سمت دفتر. می‌خواستم دوچرخه‌ها رو بهتون نشون بدم ولی خب تجمعش خیلی زیاد نبود به خاطر اینکه هوا خیلی سرده. و گوشه سمت راست هم شما یه مجسمه قرمز جذاب می‌بینید که یه جورایی نماد شهر هوفدورپ و دوستای قدیمیمون حتما خیلی دوستش دارن. ورودی ساختمون اینجا خیلی شلوغ بود، برای همین کامل نتونستم براتون فیلم بگیرم، ولی اینجا دارم میرم به سمت طبقه بالا. شرکت ما طبقه اوله و من اصولا از آسانسور برای رفتن بالا استفاده نمی کنم. Morning. Hi. Morning. Morning. Hi. Good morning. Hi, good morning. از اونجایی که این روزا یکم دیر به دیر میریم دفتر، یه کوچولو میزم نامرتبه و همه چی سر جاش نیست، ولی گفتم که بهتون نشون بدم. با اینکه دیر رسیدم ولی خب بازم اولین نفر بودم که رسیدم توی اتاق خودمون. I think you might like this one. No, mango. No green. The green ones are always like
ساعت 12:01 بود که رفتم طبقه پایین برای خودم ناهار سفارش دادم و نشستم توی کافه برای خوردن غذا. هلندیا به این ساندویچ میگن ساندویچ سالم، ولی به نظر خیلی سالم نمیاد. وقتی برگشتم بالا دیدم که رئیسم برام ساندویچ سفارش داده و گذاشته روی میز، ولی خب من جا نداشتم که بخوام 2 تا ساندویچ با هم بخورم. بعدش هم رفتم توی جلسه 2 ساعته و کلی سر و کله زدیم با هم و به نتیجه‌های خوب رسیدیم. بلافاصله کار کردن روی اپلیکیشن شرکت رو شروع کردم و خب قاعدتا میتونید که خیلی جزئیات نمیتونم اینجا بهتون نشون بدم، ولی در مجموع یه سری کارا توی فیگما دارید میبینید که من دارم انجام میدم. این روزا که هوا سرد شده اصولا بارونم خیلی میاد. از اون برم هوا خیلی زود تاریک میشه، برای همین رانندگی کردن برای من یه کوچولو سخته، به خاطر اینکه هم بارون میاد هم اینکه هوا زود تاریک میشه. توی مسیر برگشتم هم گفتم یه سری شرکت‌های بزرگ رو بهتون نشون بدم که موقعی رفتم بهتون گفته بودم. بعدم اصولا اینجا ما توقع نداریم که خیلی ترافیک باشه، ولی یه روزایی ترافیک‌های طولانی میشه، یعنی فکر میکنم که نیم ساعت 40 دقیقه من تو این ترافیک موندم. سری خودم رسوندم به خونه الاینا که برم توتو رو بردارم و بریم خونه، به خاطر اینکه خیلی روز سنگینی داشتم. دوست داشتم که زودتر استراحت کنم. اینجا هم توتو خانو میبینید که از دیدن مامانش کلی ذوق کرده و دلش میخواد با مامانش بازی کنه و برگرده خونه. چیکار کردی؟ بودو. اینم از روز کاری من. مرسی که با من همراه بودین. اگر که دوست داشتید بازم از این سبک ویدیوها ببینید، کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید. خدافظ.